یه سوال خیلی مهم دارم ازت. الان تو سال 2025 و تقریبا هوش مصنوعی و AI داره توی همه شغل‌ها دخیل میشه. توی مربیگری میتونه برات برنامه تمرینی بنویسه، برنامه غذایی بنویسه یا حتی برنامه‌ریزی ریکاوری تو انجام بده. آیا دیگه به مربیان نیازی نداریم یا قراره AI و هوش مصنوعی جای مربی‌ها رو بگیره؟ راستش جوابش هم آره است هم نه. اگر مربی یا ورزشکار هستی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی حتما باید بدونی چرا. ببین الان اپ هایی هستن که شاید شما یه اطلاعاتی میگیرن، عکس یا ویدیو میگیرن، حتی میتونن فرم حرکتاتون رو اصلاح بکنن و حرکت های درست رو بهتون بگن. این از نظر تکنولوژی واقعا عالیه، اما یه مشکلی هست. AI فقط داده میفهمه، اون نمیفهمه که امروز خسته‌ای یا کسلی یا اعصابت خورده یا انرژی کافی رو برای تمرین نداری. یه مربی واقعی که حضوراً تو رو میبینه اینا رو میتونه حتی از نگاهت و سطح انرژیت تشخیص بده و برنامه‌ریزی مخصوص اون روز تو انجام. اینجاست که دقیقاً تفاوت واقعی بین مربی‌های واقعی و AI شروع میشه. پس یعنی مربی‌ها قرار حذف بشن؟ خیر، به نظر من مربی‌ها تازه کارشون شروع شده. مربیایی که میترسن با AI و هوش مصنوعی کار بکنن ممکنه حذف بشن، ولی مربیایی که میتونن با هوش مصنوعی کار بکنن قطعاً قراره بدرخشن. من یه مربیم و میتونم با کمک هوش مصنوعی برنامه‌های بچه‌هامو بهتر تحلیل کنم و آینده ورزشیشون رو بهبود ببخشم. حتی میتونم از هوش مصنوعی کمک بگیرم برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر رژیم غذاییشون و برنامه‌ریزی تمرینشون. یعنی چی؟ یعنی مربی حذف نمیشه، قرار آپگرید بشه. مربی نسل جدید کسیه که قراره از علم و احساس با هم دیگه استفاده بکنه و بهترین نتیجه رو به شما بده. بخش انسانی، چیزی که AI نمیتونه شبیه سازی بکنه. یه چیزی هست که AI هیچ وقت نتونسته خودش رو شبیه سازی بکنه و اون انتقال انرژی و احساسیه که مربی بهت میده. ممکنه بعضی وقتا خیلی خسته، خیلی بی‌حوصله بری باشگاه و مربی تو یه جمله بهت احساسی رو القا بکنه که تو با تمام توانت بتونی تمرین بکنی. مثلا فقط با یه کلمه ادامه بده تو میتونی، مربی میتونه یه کاری بکنه تو بیشترین بازدهی رو تو اون جلسه تمرینی داشته باشی. چون بدنسازی فقط عضله ساختن نیست، بدنسازی ارتباط بین ذهن و عضله است. اگر مربی بتونه ذهنت رو کنترل بکنه قطعاً میتونه بازدهی بیشتری ازت داشته باشه. این دقیقاً همون جاییه که هوش مصنوعی از یک مربی واقعی جدا میشه. مربی‌ها گاهن تصمیمایی میگیرن که کاملا علمی نیست ولی واقعا به درد اون لحظه به اون شاگرد و اون برهه خاص میخوره. حتما که ورزشکارایی که خیلی حرفه‌ای کار میکنن این جمله من رو کاملا درک میکنن. بعضی وقتا مربی مجبور تصمیماتی رو بگیره که خیلی بر پایه علم نیست، اما هوش مصنوعی کاملا با الگوریتم ها و داده هایی که شما بهش دارید برای شما برنامه‌ریزی میکنه. پس بهترین نتیجه زمانی اتفاق میفته که هوش مصنوعی و با یک مربی کاربلد با هم دیگه ادغام بشن و بهترین خروجی رو به شما بدن. یادم یه ورزشکاری داشتم که با کمک هوش مصنوعی برنامه‌ریزی 1 ماهشو گرفته بود، برنامه‌ریزی تمرینشو، و این رو با من در میون گذاشت و من میدونستم که قراره 1 ماه با برنامه هوش مصنوعی براش طراحی کرده تمرین کنه. خب من در جریان بودم که داره این کار میکنه. حدوداً 1 ماه از این برنامه گذشت، ولی بعد از 1 ماه من احساس کردم که بدنش داره تحلیل میره. باهاش صحبت کردم، گفتم اگه اتفاقی افتاده که با من در میون بذاره، من براش تصمیم گیری بهتری بکنم. اینجا بود که دقیقاً احساس و علم با هم دیگه درگیر شدن. من احساس کردم که بدنش نیاز به استراحت داره، اما هوش مصنوعی اینا رو نمیفهمید و طبق داده‌هایی که بهش داده بود براش برنامه‌ریزی کرده بود. من بهش پیشنهاد دادم که 2 تا 3 روز استراحت بکنه و برگرده دوباره به اون برنامه‌ریزی که هوش مصنوعی براش انجام داده بود و دقیقاً همین کارو کردیم و نتیجه واقعاً عالی بود. بیا با هم جمع‌بندی کنیم. اگر مربی هستی نباید از هوش مصنوعی بترسی، در عوض باید ازش کمک بگیری تا برنامه‌ریزی ورزشکاراتو بهتر انجام بدی. ولی اگر ورزشکار هستی باید بدونی که هیچ هوش مصنوعی نمیتونه جای ارتباط واقعی با یه مربی حرفه‌ای رو بگیره. به عنوان مثال زمانی که توی تمرین به ناتوانی واقعی رسیدی، هوش مصنوعی صدات نمیکنه که یه تکرار بیشتر بزن، اما اون مربیت میاد بالا سرت و فریاد میزنه سرت، جوری بهت انگیزه میده شاید بتونی چند تکرار بیشتر بزنی. دنیای فیتنس داره عوض میشه و آینده مال اوناست که بتونن هم از هوش مصنوعی استفاده بکنن و هم از مربی خوب.